آقای پزشکیان 1 سال کنار من نشسته بود تو مجلس. 3 دوره از 5 دوره آقای پزشکیان ما همواره با آقای پزشکیان توی مجلس بود. 1 سالش دقیقاً صندلی به صندلی بود. شهادت میدم توی این 1 سال ایشون فقط صبح به صبح میومد کتاب میخوند و بعدش هم بلند میشد پیاده روی میکرد تو صحنه مجلس. اینو شهادت میدم برای اینکه اون دنیا چیزی به گردنم نباشه و انشاءالله این کلیپ هم منتشر کنید حتما به دستش برسه. شهادت میدم که این 1 سالی که توی این 12 سال ما کنار خیلی هم رابطه‌مون با هم خوب، خیلی ما با آقای پزشکیان رفاقت بسیار خوبی با هم داریم، اما من اونی که الان به گردنمه باید شهادت بدم اینه که اون که با چشمان دیدم ایشون میمد کتاب میخوند بعدم بلند میشد تو صحنه مجلس پیاده روی میکرد و اکثر رأیاش هم میگفت من که کارشناس نیستم نمیدونم. اکثر رأیاش هم همینو میگفت، همین 1 کلمه‌ای که دارم میگم.